الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز 4 ایون در جلسه بخشیده به تعیین حکومت نو در کشورش گفت بلاروس یگانه کشور شوروی سابق است که شاهد جنگ و خونریزی نشد. و برای تقویت سخنهایش درگیری‌های اوکراین و آشوب اندیجان و جنگ سالهای 90 تاجیکستان را مثال آورد. به قول خدمات مطبوعات پرزیدنت بلاروس، لوکاشنکو گفته است که یکی از دستاوردهای مهم کشورش صلح و ثبات است، اما همزمان گله کرده است که بعضی از شهروندان این را فراموش می‌کنند. وی گفت بعضی از مردم میاندیشند اوکراینی که ویران کردند و در آنجا جنگ می رود و قلمروش را خرد کردند از ما دور است. آنها فراموش کردند که قفقاز تا هنوز می سوزد. ارمنی ها با آذربایجانی ها می جنگند و به سازش رسیدن نمی توانند. نهایت کسی نمی داند که رفیق من رحمان با پولیمیات به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه وارد شد تا ترتیبات را برقرار کند که چقدر آدم در آنجا کشته شد، آنها چگونه با ریشداران جنگیدند. پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو 2 ماه پیش از انتخابات پرزیدنتی حکومت کشورش را به استعفا فرستاد و هیئت نو را تعیین کرد. انتخابات پرزیدنتی در بلاروس روز 9 آگوست صورت خواهد گرفت. انتظار می رود لوکاشنکو 65 ساله بار ششم در آوازدهی اشتراک کند و روز 4 ایون گفت بلاروس را به کسی دادنی نیست. از این پیش روز 1 ایون الکساندر لوکاشنکو در صحبت با رهبر کمیته امنیت والری وکولچیک گفته بود به تشکیل میدان اجازت نمیدهند و اگر ضرور است تنها به ضد به گفته او گروه‌های جنایی می‌جنگد. هرچند افزود در این کشور به قدر ضروری رتبه‌داران هستند که از عهده حمایت سرزمینی خود می‌برآیند. الکساندر لوکاشنکو که بیشتر با نام دیکتاتوری آخرین اروپا مشهور است، 26 سال باز جلوه قدرت را در بلاروس به دست دارد. هیچ یک انتخابات از زمانی به قدرت رسیدن او مطابق به معیارهای انتخابات شفاف و دموکراتی اعتراف نشده است. سال 2004 در بلاروس محدودیت در شرکت نامزد انتخابات پرزیدنتی برداشته شد. منتقدان میگویند که لوکاشنکو و حکومت او در تمام این سالها نسبت به دیگراندیشان تحمل کم نشان دادند. ماه گذشته سازمان هیومن رایتس واچ یا دیدبان حقوق بشر حکومت بلاروس را برای سرکوب اعتراضگران، بلاگ‌نویس‌های مخالف حکومت، ژورنالیستان و منتقدان دیگر و هم برای موج نوی بازداشت‌های خودسرانه تنقید کرد.